وقتی طرف ماهی رو به موهاش فشار داد، یه تیکه موش همونجا کند. بعد یه زیپ پلاستیکی گذاشتن تو دهن ماهی، یارو زیپو مثل چی جوید، انگار نه انگار چیزی جلوشه. این موجود در واقع یه پیراناست، همون پیرانای شکم قرمز معروف. قدرتش تو بریدن زیپ از دندونای ریز و فشرده و گاز عجیب غریبش میاد که هرچی جلوش باشه راحت چک و چک میکنه. ولی نکته اینجاست، با اینکه دندوناش تیزه، پیرانای شکم قرمز مثل ببرماهی آفریقایی شکارچی وحشی نیست. اینا همه چیز خارن، از میوه های افتاده گرفته تا گیاه و هرچی رودخونه بیاره میخورن. تازه یه آزمایش هم نشون داد که وقتی یه زیست شناس پرید وسط استخر پر از پیرانیا، هیچ کدوم طرفش نرفتن. یعنی برخلاف تصور همه، پیرانای شکم قرمز اون هیولایی که فکر میکنن نیست. تو آمازون یه ماهی معمولی حساب میشه، مردم محلی هم راحت باهاش سر و کار دارن و اصلاً ترسی ندارن.